رادیو مهر تقدیم می کند. برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همه فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. به نام خداوند مهربان. سید عبدالله زاده هستم، مجری برنامه کاشانه مهر. امیدوارم تنتان سالم باشد و کاشانه‌تان پرنور. در مبحث عوامل مؤثر در تربیت فرزند صحبت کردیم و گفتیم عوامل تربیت بر دو قسم است: وراثت و محیط. در این برنامه به ادامه همین مبحث می پردازیم. انسان از لحظه تولد در حال تعلیم و تربیت و پرورش شخصیت است و بهترین دوران برای تربیت دوران کودکی است، زمانی که شخصیت فرد شکل نگرفته است و زمینه مناسب برای پرورش وجود دارد. در روایت از حضرت علی رضی الله عنه نقل شده است که قلب کودک نورس مانند زمین خالی و آماده کشت است. هر تخمی که در آن کاشته شود قبول کرده و پرورش می یابد. رفتار و گفتار درست یا نادرست پدر و مادر و شرایط محیط در ضمیر کودک افشانده می شود و به تدریج پرورش می یابد، رشد می کند و آهسته آهسته در دوران بلوغ و جوانی به رشد نهایی خود می رسد و بار می دهد. مسئولیت این کار در مرحله اول بر عهده پدر و مادران است، اما تربیت کاری ساده نیست، بلکه فنی بسیار ظریف و خاص است. کاردانی، اطلاعات کافی، صبر و تجربه را می طلبد. بسیاری از پدر و مادران تربیت را فقط در امر و نهی می دانند و گمان می کنند که فقط هنگامی که مشغول پند و اندرز کودک هستند به تربیت آنها مشغولند. اما باید به این نکته اشاره کنیم: فرزندان ما همانی می شوند که ما هستیم، نه همانی که ما می خواهیم. در روایت تاکید شده است، یعنی احترام کردن را کودکان از خود ما یاد می گیرند. مسئله مهمی دیگر این که یادمان باشد لحظه هایی که کودک در مکتب سپری می کند از مهمترین و حساسترین لحظه های زندگی او به شمار می رود، چرا که الگو و سرمشق پذیری کودک بسیار بالاست و نفوذ معنوی معلم در بین شاگردان به قدری ریشه دار که با عمل و رفتار خود به الگو و سرمشق برای کودکان تبدیل می شود. از طرف تأثیر دوستان و همسالان را نیز نباید نادیده گرفت، چرا که
پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد. سخن ارزشمند پیامبر اکرم را حسن ختام برنامه امروز قرار می دهیم. حکایت همنشین خوب حکایت عطر فروش است که اگر از عطرش به تو ندهد بوی خوشی آن به مشامت می رسد. و حکایت همنشین بد مانند آهنگر است که اگر حرارت کارگاه او لباست را نسوزاند بوی بدی آن مشامت را می آزارد. این بود قسمت دیگری از برنامه کاشانه مهر. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.